پایگاه خبری بامداد میسر شد که تا این ساعت اسم 24 نفر از کشته شدگان از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه‌های روز 14-16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را معین کند. این رویخط هنوز پوره نیست، زیرا تنها موردهای تصدیق شده علاقت شهروندان تاجیکستان در مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان از 40 نفر بیشتر است و حزب دموکرات حتی درباره کشته شدن حدود 60 نفر از طرف تاجیکستان خبر می‌دهد. به این دلیل اداره بامداد امیدوار است که با کمک شما خوانندگان عزیز این رویخط را تکمیل میکنیم تا یگان قربانی این مناقشه از یادها فراموش نشود و اینک اسم سربازان کشته شده عالم نظر خالق نظرف، شهر خوروغ، ولایت مختار کوهستان بدخشان، سفرعلی حسن 23 ساله، نویه واسه، اصلان مننقلوف، شهر بختر، جمعیف صبرالدین سبحانویچ، افسر از دهه قزنوق نویه رشت، اودینایف محمد جان حسینویچ، سال تولدش 1996، سنگینوف جمشید از دهه سیمگنج در کنار شهر وحدت، نجمدینوف شورت جان جمشیدویچ، جماعت شهرک خوولینگ، نویه خوولینگ، نصرت الله فتولویف 25 ساله صاحب 2 فرزند، زاده دهه گلستان نویه کوشانیان، خیرتمند عثمان زاده 28 ساله از دهه وشنه نویه عینی، محمد از دهه درغ نویه عینی، علاوالدین میرزایف از دهه اسکادر نویه عینی، نظرالله عالموف از نویه وخش، شورت عبدالخیروف از نویه وخش، صلاحالدین مومنوف از نویه وخش، شورت جمعخانوف از نویه وخش، منصور جان قیوموف، نعمتزاده صادربک ساکن دهه استشان جماعت دیهات لنگر نویه کوهستان مشچا، خالزاده نور محمد ساکن دهه ایوان تاجیک نویه کوهستان مشچا. اسم قربانیان از حساب ساکنان ملکی 5 عضو یک عائله از محله تگ صده جماعت چارکوی اسفره، سردار عائله فیاض و مخیوخان، سال تولدش 1969، کلینش بهرامزاده دلنوزه، سال تولدش 1993، کلینش اکتمزاده صداقت، سال تولدش 1997، اکتمزاده صداقت حامل بود و طفل بطنش الکه 8 ماه بود، نبیرش امردین زاده اسامه خان، سال تولدش 2016، نبیرش الهامزاده امران، سال تولدش 2017، عبدالواحد عبدالقیوم سردار ریاست بودجه اجتماعی در سرریاست مالیه ولایت سوخت، زاده جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف. بنا به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان در جریان مناقشه روز 16 سپتامبر در مرز با قرقیزستان تنها از منمیات اهالی ملکی دست کم 26 نفر کشته شدند، از جمله یک زن سالخورده در دهه باغداری اسفره، 2 زن سالهای تولدشان 1948 1962 در جماعت خستیورز نویه باباجان غفوروف، همچنین در نتیجه حمله بتر به ماشین یوری تاجیلی در دهه چارقشلاق به جز آن 5 عضو یک عائله راننده ماشین و یک فیلچر هم کشته شدند. همین طور نیمه دوم روز 16 سپتامبر در نتیجه 2 حمله هواپیماهای بی سرنشین در جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف 18 نفر کشته شدند، 6 نفر آنها بر اثر حمله درون به بنای رقم مکتب 8 و 12 نفر دیگر بر اثر حمله هواپیمای بی سرنشین به مسجد افچ قلچه نویه جان باختند. رادیوی آزادی با تکیه به منابعش از کشته شدن دست کم 39 نفر از طرف تاجیکستان در جریان درگیری‌های روزهای 14 تا 16 سپتامبر خبر داد. حزب دموکرات تاجیکستان در اظهاراتش شماره کشته شدگان از طرف تاجیکستان را حدود 60 نفر رقم میزند. به این دلیل بار دیگر تاکید میکنیم که این رویخط نشر شده هنوز کامل نیست و اداره پایگاه خبری بامداد حزم خواهش میکند که در پوره کردن این رویخط دستیاری خود را دریغ ندارند.